پدر داری؟ گفت نه. مادر داری؟ گفت آره مادر دارم. منظورت چیه؟ گفت ببین، گنج، خزانه، مقام، دختر خودم را هر چی بخوای بهت میدم به یه شرط. گفت چه شرطی؟ چی هم من میخوای؟ گفت من یک دشمنی دارم به نام رستم زابلی. سر رستم از تن ببری بزار، بدون تا شود شاد دل شهریار. اگر رأس او را بیاری برم، سپارم به تو دختر و کشورم. برزو گفت این رستم کیه؟ گفت رستم زابلی، من عاصی کرده. برزو گفت سر رستم رو میذارم جلوت. گفت پس ببین، من برم با مادرم صحبت کنم، با مادرم خداحافظی بکنم، بیام اینجا، من بردار برو. همچی که خواست بره، دست افراسیاب رفت تو جیب، یه مشت از این جواهرهای تخم کفتری گذاشت تو دست برزو، دستور داد هر و پای برزو رو شستن. گفت فعلا وایستا، بله قربان، لباس زرین بیارین. لباس آوردن، پوشوندن به تن برزو. برزویی که غرق گل بود، بیل میزد. حالا یه نگاه به خودش کرد، لباس های شیک، قشنگ، ساعد بند، شمشیر، گرز، زوبین، خود زرین، چکمه زرین، رکاب اسب از طلای ناب، یک وقاری بهش دادن، از حسب ظاهر یک برزوی ساختن. جواهرا رنگ گذاشت تو جیب، از اونجا به نزدیک مادر دوان، بیامد چه خورشید روشن روان.